سلام به همگی، چه خبره؟ اسمم تیمه، 15 سالمه و در شهر نیویورک زندگی میکنم. تیموتی دونر، این نوجوان آمریکایی که اکنون 17 سال داره، از تماس ما غافلگیر شد. زمان می‌خواست فارسی رو بیشتر تمرین بکنه و برای مصاحبه آماده‌تر بشه. گفتم فارسیش برای من کاملا مفهومه و اگه بهتر از این بشه شاید ما رو غافلگیر بکنه. به ویژه اینکه دانش فارسیش حاصل فقط چند ماه آموزشه. تابستان گذشته توی دانشگاه شروع کردم که فارسی یاد بگیرم. میخواستم درباره تاریخ و فرهنگ ایران یاد بگیرم. پس من ویدیوها به فارسی و عربی و هم زبانهای دیگه ضبط کردم و در یوتیوب برگزاری کردم. میگه زبان آموزی براش دشوار نیست و بلد از یه زبون به زبان دیگه به راحتی پل بزنه. مثلا چون زبان عربی بلد بوده، تونسته به یمن ازدیاد واژه‌های عربی در فارسی زبان ما رو هم در چند ماه فرا بگیره و از فارسی به ترکی و هندی راه پیدا بکنه که واژه‌های فارسی و عربی فراوانی دارن. تیم شاگردای دیگه هم بلده. فکر میکنم که یاد گرفتن از کتابا فقط یعنی مفید نیست. باید مثلا به آهنگ‌ها به زبان‌های مختلف گوش بدهی یا داستان‌ها برای بچه‌ها بخونی. در مدرسه 5 زبان یاد بگیرم و شاید 20 زبان دیگه بلدم یا درس میخونم الان، ولی خوب حرف نمیزنم. خوب مفهوم کشداریه. از دید من تیم شکست نفسی میکنه. بد نیست نظر گویشورای زبونهای دیگر رو هم بگیریم در مورد توانایی تیم در تکلم به زبون اونا، مثلا به زبون پشتو. سلام علیکم، سهار ما بخیر. نن یک شنبه 11 و زه باید مکتب ته لاړم نشم. پس زه با تاسو سره په پښتو ژبه خبرې وکړم. از صحبتاش معلوم میشه که بسیار استعداد خوب دارن. لهجه بسیار مقبول قشنگ داشتن. سنا صفی از بخش پشتوی BBC. وقتی گپ میزنم میفهمی که خودش میفهمه که چی میگه. صحبتاشون معلوم میشه مثل که یک طفل افغانه که در غرب کلان شده باشه و زندگی کرده باشن. به خیلی جالبه. من خیلی دوست دارم زبان پشتو برم، خیلی جالبه. واکنش تیم دونر به ارزیابی سنا صفی، چون کلمه‌های زیاد از فارسی استفاده میکنه ولی فارسی فردوسی، فارسی قدیمی استفاده میکنن و هم یعنی کلمه‌های زیاد از زبان‌های هندوستانی یا زبان‌های مثل. ولی چرا فارسی و پشتو؟ و چرا یه سری زبانایی که اندک کسی تا حالا نامشون رو شنیده، مثلا هاوسا، ولوف، ییدیش، ایسیکوسا، اوجوبه و سواحیلی؟ Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Ninafikiri ninasema Kiswahili vizuri kuliko Kikosa. Nilianza kujifunza Kiswahili iliyopita majira. Profesa yangu توی دبیرستان توی آمریکا ما درباره تاریخ خاورمیانه یا تاریخ جهان اسلامی یاد نمیگیریم. ما درباره اروپا یا آمریکا یاد میگیریم و من میخواستم درباره فرهنگ ایرانی، فرهنگ عربی یاد بگیرم، چون برام یعنی این بخش از جهان خیلی خیلی مهمه و خیلی جالبه. دانش سرشار زبانی تیم خیلی از آمریکایی‌ها رو بهت زده کرده و عده‌ای حتی پرسیدن که مگه میخواد جاسوس بشه که این همه زبون یاد گرفته. راستی میخواد چه کاره بشه؟ توی آمریکا وقتی کسی میشنوه که شما عربی صحبت کنید یا پشتو صحبت میکنید فکر میکنن که شما میخواید جاسوسی بشوی یا چیز دیگه. من یعنی میخوام که ممکن ترجمه کنم یا توی دانشگاه کار کنم. من الان نمیدونم ولی حتما فکر میکنم که یاد گرفتن این زبانهای دیگه خیلی خیلی مفیده. از تیم میپرسم آیا خانواده‌اش هم چند زبونیه؟ متاسفانه من فقط زبان انگلیسی توی خونه صحبت میکنم و مادرم و پدرم هم تنها انگلیسی صحبت میکنند. یا کمی فرانسوی یا کمی لاتینی که توی دبیرستان یاد گرفتن. مادر و پدرم هم اهل نیویورک هستند ولی مادر بزرگم اهل لهستانه. پدر بزرگم یعنی پدرم اهل روسی بود ولی متاسفانه روسی به پدرم یا به من یاد نداده. یهودیان بودن. قبل از جنگ جهانی دوم به آمریکا رفتند ولی مادر و پدر بزرگم هم زبان ییدیش صحبت کردن. زبان ییدیش یه لهجه یا گویش زبان آلمانی که هم یعنی کلمه‌های زیاد از عبری و روسی و لهستانی استفاده میکنه. از میان زبانایی که آموخته فرانسوی رو ساده‌تر از همه و روسی رو سخت‌ترین میدونه به دلایل دستوری و تلفظی. ولی میگه به فارسی علاقه خاص داره و یکی از انگیزه‌هاش برای آموختن اون خوندن آثار مولوی و حافظ به زبون اصل بوده.
با ورود به حریم پارسی گویان متوجه گویش‌های گوناگون پارسی هم شده. در نیویورک ایرانیان که اینجا زندگی میکنن زیاد نیستن، پس اگه بتونم اینجا فارسی کمی کنم باید با افغانان یا تاجیکان گفتگو کنم. استادم اهل تهران بود و ما فیلم‌های ایرانی تنها نگاه کردیم. اولین بار که گویش افغانی شنیدم من چیز نمیفهمم. من وقتی با تاجیکان تلاش میکنم با گفتگو کنم کلمه های زیاد از زبان روسی استفاده می کنم. میگه هرگاه در خیابان‌های نیویورک و واشنگتن با فارسی زبان‌ها روبرو میاد برای تمرین فارسیش حتما پای صحبتشون میشینه. مثل صحبتی که با یه خانم ایرانی در واشنگتن داشته. امروز خیلی خوشحالم و خیلی خوشبختم چون میتونم فارسی با دوست ایرانی هم تمرین کنم. و بخشید اسمتون چیه؟ نیلوفر. اهل کجایی؟ ایرانیم. برای کجا در ایران؟ اصفهان به دنیا اومدم. اصفهان نصف جهان، درسته؟ بله. خیلی خوب. دوست داره روزی روزگاری امکان سفر به ایران و افغانستان و تاجیکستان به او دست بده تا بتونه سرانجام به آرزوش برسه و حافظ و مولوی رو به زبان اصل بخونه و دریابه.